در کلیپ قبلی ما با روش‌های پیش‌زمینه‌ای تقویت انگشتان دست در مهارت قلم به دست گرفتن آشنا شدید. چنانچه با انجام تمرینات قبلی فرزند شما باز هم در شیوه قلم به دست گرفتن صحیح مشکل دارد، تمرینات رو به شیوهی که توی این کلیپ آموزشی ارائه میشه همراه ما باشید. برای نحوه صحیح گرفتن مداد، انگشت شست و سبابه به موازات و روبروی همدیگه روی قلم قرار میگیره و انگشت میانه در قسمت زیرین به عنوان تکیهگاه مداد قرار بگیره. یکی از خطاهای شایع در کودکان گرفتن مداد از قسمت ابتدایی مداده که این کار باعث خستگی زودرس، پررنگ نویسی و بدخطی کودکان میشه. خطای دوم گرفتن مداد از نیمه وسط هستش که این کار باعث عدم تسلط کافی در مهارت نوشتاری و مشکلات کم رنگ نویسی و بدخطی کودکان میشه و در طولانی مدت به مفاصل انگشتان و مچ دست کودک آسیب میرسونه. در مرحله اول برای تشخیص برتری طرفی کودک مانند تصویر چند شی رو مقابل کودک قرار بدین و توجه کنید با کدوم دست اون رو برمی‌داره. در این روش از یک کش پلاستیکی یا کش مویی استفاده کنید. کش رو بین انگشت شست و سبابه قرار بدید. بعد مداد رو از زیر کش لایه پایین به سمت کش لایه بالایی حصار کنید. مداد در این حالت بین انگشتان دست فیکس میشه و جابجا نمیشه و به مهارت نوشتاری صحیح کودک کمک میکنه. در روش خلاقانه دیگه میتونید از یک جوراب با بافت مناسب استفاده کنید و ناحیه شست و سبابه کودک رو برش بدید و از این ابزار حمایتی برای کمک به جمع کردن انگشتان انتهایی در زیر مداد کمک بگیرید. اگه فرزند شما هم در هنگام قلم به دست گرفتن دو انگشت انتهایی رو به داخل کف دست حمایت نمیکنه، میتونید از این ترفند استفاده کنید. یه تیکه خمیر بازی یا یه توپ اسفنجی کوچیک رو به اندازه کف دست کودکتون در قسمت انتهایی انگشتان قرار بدید و مداد رو که دستش میدید ازش بخواید که اون خمیر یا توپ اسفنجی رو با دو انگشت انتهاییش کمی فشار بده. یکی دیگه از ابزارهای حمایتی مداد مثلثی شکل هستش که در این روش کودک ناخودآگاه و به صورت طبیعی یاد میگیره باید فقط از 3 انگشت خودش برای مداد نگه داشتن استفاده کنه.